حمید یه مهندس معماره که سخت در تلاش تا مشتریاشو راضی نگه داره و شریک اصغر بشه، اما موفق نیست و یک روز وارد فروشگاهی عجیب میشه و یه کنترل همه کاره از رضا صاحب فروشگاه میگیره و بهش میگه این کنترل قدرت بالایی داره و خیلی مواظبش باشه و اول باهاش تلویزیون رو روشن میکنه و وقتی زنش ثریا در حال غر زدن رو سرشه، حواسش نیست که رو حالت استاپ قرارش داده و بعد سگش در حال پارس کردنه که متوجه میشه میتونه صداشو پایین بیاره و حتی دستشویی کردن سگش هم رو دور تند رد میکنه و وارد منوی کنترل میشه و کل بخشای زندگیشو میتونه ببینه که از زمان به دنیا اومدنش گرفته تا کودکیش که با بچهای همسنش در حال بازیه و حتی مهمونی کسل کننده‌ای که زنش گرفته رو میتونه حتی رو دور تند رد کنه. حتی حمید میتونه رنگ پوست خودش هم به دلخواه خودش تعیین کنه. و بعد یک شب مهم که با مشتریای چینی شرکت در حال مذاکره‌اند، از طریق کنترل متوجه علایق مشتریاش میشه و راضیشون میکنه که یه قرارداد سنگین با شرکت ببندن و پشمای اصغر بدجور میریزه و این موفقیت بزرگ رو میره جشن میگیره و برای بچه‌هاش دوچرخه میخره و برای زنی ثریا هم کیفی که دوست داشته رو کادو میگیره و چون فکر میکنه شریک شرکت شده حسابی خوشحاله. ولی روز بعد اصغر میگه تا وقتی مدارک قرارداد رو حاضر نکنی شریک نیستی و حمید حسابی کفری میشه و زمان رو با کنترل نگر میداره و کلی بهش چک افسری میزنه.